با سلام گرم به بینندگان وفاداری رادیو آزادی، سرخط رویدادها را امروز 14 میلیون از استودیوی مرکزی تماشا دارید. در نشر امروز از زدوخورد نوبتی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و تلفات جانی خبر میدیم. سردار پلیس دوشنبه از بازداشت 14 عضو گروه‌های ممنوع میگوید و نمایندگان مخالفین بیانیه او را ترس دادن مردم میدانند. استقبال با تنطنه سیمومین مدیو در زادگاه و اعلان میلیون ها سومانی خسارات رسیده از آفت‌های طبیعی در ناحیه اشت. در مرز تاجیکستان و قرقیزستان وضعیت متشنج باقی میماند. بر اثر مناقشه صبح سه‌شنبه در مرز بین دو کشور یک مرزبان 26 ساله تاجیک به هلاکت رسیده است. مقامات تاجیکستان رسما حادثه و کشته شدن این سرباز را توضیح نمیدهند، اما منابع رادیو آزادی در اسفره گفتند که مرزبان کشته شده از ناحیه جیهون میباشد و حالا در سردخانه یکی از بیمارستان‌های اسفره نگهداری میشود. این مناقشه در مرز اسفره و بودکن صبح سه‌شنبه 14 میلیون رخ داد. بخش قرقیزی رادیو آزادی با تکیه به خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داد که حادثه تقریبا ساعت 7 صبح امروز در منطقه بلوقبوشی در روبروی پستگاه کیخ تاجیکستان به عمل آمده است. جانب قرقیزستان ادعا کرده است که نخست مرزبانان تاجیک تیراندازی کردند. نظر مقامات تاجیکستان به این حادثه تاکنون دسترس نیست، ولی قبلا جانب کشور مرزبانان دولت همسایه را به اغوا انگیزی متهم کرده بودند. بینندگان عزیز، رادیو آزادی تحولات در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را پیگیری دارد. هر پولی که شهر شرقی سیورودونتسک اوکراین را با عالم بیرون پیوست میکرد تخریب شده است. ولی نظامی ولایت لوهانسک به رادیو آزادی گفت که وضع ساکنان شهر رقتبار می باشد. سرگئی هایدای ابراز داشت که بیرون برآوردن افراد و یا انتقال مواد نیازی اولیه به این شهر غیر امکان شده است. نیروهای روسیه نظام تامین گاز، آب و برق را پورا از بین بردند. به گفته هایدای فعلا 70 و یا 80% شهر سیورودونتسک تحت نظارت نیروهای روسیه است. ادوارد باسورین سخنگوی جدای خواهان رو به مسکو دنباس میگوید بعد ترکاندن آخرین پل پیوست کننده سیورودونتسک با شهر لیسیچانسک آنها سیورودونتسک را به محاصره گرفتند. قرار است یک شهروند 29 ساله تاجیکستان از پولشا به وطن استرداد شود. بنا به اطلاع پایگاه خبری از تیوی حکم در این باره را هفته گذشته دادگاه منطقه پششمیل صادر نموده است. مقامات تاجیک این جوان را به پیروی از گروه‌های افراطی داعش و القاعده تحت جستجو قرار دادند. پیوندانش اتهامات علیه او را به اساس دانسته میگویند در صورت استرداد به او اذیت و شکنجه و حتی مرگ تهدید میکند. این زاده تاجیکستان تا زمان ناآرامی ها در اوکراین همراه همسر و 2 فرزندش به سر میبرد. در آنجا هم با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر گردیده باید استرداد میشد، ولی با حمایت سازمان روکای دوپوموگی دادگاه حقوق بشری اروپا مانع استردادش گشت. کشورهای اروپا در سالهای اخیر دهها پناهجوی تاجیک را اخراج کردند، ولی موردهای استرداد شهروندان تاجیک به تاجیکستان از اروپا خیلی کم اتفاق افتاده است. در همین حال سیمومین مدیو رزمنده 25 ساله MMA را که شب 13 ایون از روسیه دیپورت شد در زادگاه شهر کولو پیوندان با کرنه سرنای پیشواز گرفتند. این ورزشگر تا کنون در میدانهای کسبی MMA 3 نبرد انجام داده میبایست روز 11 ایون در سبقت پراودا فایتینگ شرکت میکرد، ولی کارمندان پلیس روز 26 می هنگام تفتیش حجت‌ها معین کردند که مدیو ثبت نام و یا رجیستراسیون ندارد. مربیش گفت که اون نمیدانی ثبت نام مدیو قلبکی می باشد. یک روز بعد دادگاه منطقه لیفورت و مسکو حکم دیپورت او را صادر کرد. همین طور ماه دکبر سال گذشته پلیس مسکو ورزشگر دیگری تاجیک چهارشنبه افرو نیز با بهانه ویران کردن قاعده های حرکت در را بازداشت و به تاجیکستان اخراج نموده بود. به اطلاع رسمی ماموران میلیسا در دوشنبه در 3 ماه اول امسال 14 کس را به گمان عضویت در گروه‌های تروریستی و افراطگرایی دستگیر کردند. این آمار در مقایسه با همین دوره سال گذشته 1.5 برابر زیاد است. مقامات میگویند بعضی از بازداشت شده‌ها عضو گروه 24 و حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اند. سردار پلیس دوشنبه بازداشت 14 عضو گروه‌های ممنوع را در 3 ماه نتیجه ثمرناک برای ماندن فعالیت اپراتیوی جستجو
جستجویی نامیده است. نمایندگان دو سازمان مخالفین حکومت در خارجه گفته‌های براتلی حمیدزاده را تبلیغاتی، بی اساس و ترسانیدن مردم نامیدند. دادگاه عالی تاجیکستان تا این دم تقریباً 20 سازمان را تروریستی و افراطگرا و ممنوع دانسته است که از القاعده و طالبان، جماعت تبلیغ تا پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در خارجه را در بر می‌گیرد. رهبران بعضی از این سازمان‌ها قرار ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست کشور دور کردن خود نام می‌برند. مقامات ولایت سوخت خسارات رسیده از آفت‌های طبیعی طی چند ماه اخیر میلیون‌ها سومانی حساب کردند. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده در 5 ماه سال جاری در این منطقه اگرچه بر اثر چندین حالت آفت طبیعی تلفات جانی ثبت نشده است، اما بر راه و زمین و منزل‌های مردم ضرری کلان رسیده است. در این دوره در شهر و نواحی اشت، عینی، پنجکند و مسجد کوهی 8 حادثه آفت طبیعی رخ داد. بارشات شدید در مجموع 20 پل حدود 8 کیلومتر را و 32 منزل استقامتی را تخریب کرده است. طبق معلومات کمیته سال گذشته در ولایت سوخت در نتیجه آفت‌های طبیعی 22 نفر به هلاکت رسیده بیش از 15 میلیون سومانی خسارات وارد شده است. بینندگان عزیز، در این باره در برنامه اخبار تفصیلات بیشتر نشر می شود. دوستان گرامی، حالا درباره قرب اسعار خارجی اطلاع می‌دهم. قرب سومانی نسبت به دلار آمریکایی بالا رفته، همزمان نسبت به روبل پایین می‌رود. امروز 14 ایون ارزش 1000 روبل از طرف بانک ملی 177 سومانی تعیین شده است که مثل دیروز است. ارزش $1 تا 11 سومانی و 14 درم و 1 یورو به 11 سومانی و 65 درم پایین آمده است. بینندگان مهربان، تشکر که در این چند دقیقه سرخط رویدادها را تماشا کردید. من فردا شما را در همین برنامه منتظر خواهم بود. همکارانم بعد 3 ساعت اخبار آزادی را تقدیمتان خواهند کرد. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.